أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 61 درس گرفتیم و حالا باشد درس 62 را میخواهم تقدیم شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثانی و ستون، یعنی درس 62. درس 62 همچنین به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. صاحب کتاب میگوید ذرتون. ذرتون یعنی جواری مکه. جواری مکه. ذرتون جواری، یا بعضی جوگاریش میگن جوگاری. بعد از این میگوید طاحون. طاحون یعنی آسیاب. طاحون آسیاب، آنجایی که گندم را آرد میکند. طاحون آسیاب. جمعش میشود طواحین، آسیاب ها. طواحین و آسیاب ها صیغه منتهی الجموع است و غیر منصرف است، از این حساب آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید که محشون. محشون. محشون داستی کلان، یا اصلا محش فعل این کلمه را بعدتر صاحب کتاب خودش میارد. حش یحش و حش دروید. محشون آلت میدرویدگی. محشون آلت میدرویدگی. پس میتونیم محشون را داست بگوییم، یا این داستی کلانه که بعضی ها چلغی یا شلغیش میگویند و همین را عرب ها محشون میگویند. جمعش جمع مؤنث سالم شده است محشاتون، یعنی داست های کلان. بعد از این میگوید منجلون. منجلون هم همچنین داست، اما داستی خواجگی، داستی میده. منجلون داستی خواجگی یا داستی میده. جمعش میشود مناجلو، یعنی داست های خواجگی، داست های میده. مناجلو همچنین اسمی غیر منصرف است به خاطر صیغه منتهی الجموع هست. بعد از این میگوید که ماشیتون. ماشیتون یعنی چاروا، بز و گوسفند و گاو و هر چارواهایی که هسته او را میگن ماشیتون. ماشیتون چاروا. جمعش میشود مواشین. مواشین یعنی چارواها. مواشین چارواها. بعد از این میگوید شونتون. شونتون یعنی انبار. شونتون انبار، آنجایی که خزینه کرده می شود دانگی ها و جو و این چیزهای برای خوراک های مال ها، خوراک های چاروا ها، او را میگن شونتون یعنی انبار. جمعش می شود شوونون. شوونون یعنی انبارها. شوونون انبارها. بعد از این میگوید جارتون. جارتون یعنی همسایه زن. جارون میشد به ته، همسایه میشد، همسایه مردانه. جارتون آخرش تکی دارد، همسایه زنانه، همسایه زن. جمعش جمع مؤنث سالم میشود جاراتون. جاراتون یعنی همسایه ها. جاراتون همسایه ها، همسایه زن ها. بعد از این میگوید عشبون. عشبون یعنی علف. عشب علف رو میگویند. اینجا همچنین یک صورت گذاشته است. عشبون علف. جمعش
اعشابون، اعشابون یعنی علف ها، علف ها. بعدش میگوید شمسون، شمسون یعنی آفتاب، شمسون آفتاب. جمعش آورده است که شموسون، آفتاب ها، شموسون آفتاب ها. بعد از این میگوید حادون، حادون یعنی تیز، مثلا کارچه یا کارت یا داست، هر چیزی که تیز باشه رو میگن حادون. حادون یعنی تیز، تیز میبرد، برنده. کهامون، کهامون یعنی کند، عکسی حادون. کهامون یعنی کند، نمیبرد. کارچه مثلا کند باشد میگه کهامون، کند، برنده نیست. حبوبون، حبوبون دانگی، حبوبون دانگی. بعدش میگه دقیقون، دقیقون یعنی آرد، دقیقون آرد. بعدش میگه نخالتون، نخالتون سبوس، نخالتون سبوس یعنی آن چیزی که از آرد میگیرن، یعنی پوست های گندم که سبوسش میگن. نخالتون به عربی میشود و سبوس به زبان تاجیکی. بعدش میگه اشتغل، اشتغل مشغول شد، اشتغل یعنی مشغول شد، بند شد. اشتغل فعل ماضی است، فعل مضارعش یشتغلو، بند می شود. مصدرش می شود اشتغالون، مشغول شدن. پس اشتغل یشتغلو اشتغالون از 22 باب صرفی باب 11 است. باب اجتمع یجتمع اجتماع از این باب هست، یعنی باب 11. بعدش میگه اشتغل فی الحقل یعنی مشغول شد در کشزار، بند شد در کشزار. حقل کشزار، زمین های کارم. بعدش میگه اشتغل بالکتبی مشغول شد با کتاب ها، اشتغل بالکتبی مشغول شد با کتاب ها. بعدش میگه استراحه، استراحه یعنی استراحت کرد، دم گرفت. استراحه استراحت کرد، دم گرفت. فعل ماضی است این، دم گرفت و مرد در زمان گذشته. فعل مضارعش یستریحو، یستریحو استراحت میکند، استراحت میکند. مصدرش استراحتون، استراح یستریحو مصدر میشود استراحتون. این از بابی 22 باب صرفی بابی 15 است و این فعل فعل اجوف است. از این حساب اصل استراحه و مثل استخرجه و مثل استخرجه هست. اصلش چی است؟ استروح یستروح یا استریح یستریح استریاحا. اون یا حرکت شو استریح، یعنی این الفی که میبینید اصلش واو است یا اصلش یا هست. حرکت این را در ما قبل دادیم شد استروح یا استریح. پس اینجا در قاعده دیگر استفاده میبریم که یای یا واوی که در محل حرکت ما قبل مفتوح است قلب الف میشود، میشود استراحه. پس میشود استراحه. با این قاعده استراحه شدگی است، یعنی استراحت کرد، دم گرفت. بعدش میگه کدسه، کدسه یعنی شاله کرد. شاله همون دهقان ها وقتی گندم میدرون یا علف هم میدرون میارن جو جمعش میکنن، شالهش میکنن. کدسه یعنی شاله کرد. کدسه فعل مضارعش یکدسو شاله میکند و فعل امرش کدس یعنی شاله بکن، کدس شاله بکن. و مصدرش تکدیسون میشود، تکدیسون یعنی شاله کردن. بعد از این میگه حشه، حشه یعنی دروید. چرا که بالاتر ذکر کردیم که میحشون یعنی آلتی درویدن
از همین حشه گرفتگی است. حشه دروید. فعل مضارعش یحشو می شود. یحشو می درود. یحشو می درود. حشون درویدن، این مصدر است. حشون درویدن. پس حش یحشو حشون از باب نصر ینصرو است. از یکم باب 22 باب صرفی است. نصر ینصرو و این را میگن فعل های مضاعف، زیرا که حشه در اصل حششه است. حششه یحشیشو بود. حششه یحشیشو یعنی حششه به مثل نصر، یحشیشو به مثل یحشوشو به مثل ینصرو. حششه یحشوشو است. پس از باب یکم هست و مضاعف هست. بعدش میگوید حسده. حسده میشود به معنای جمع کرد و میشود به معنای درو کرد. حشم به مثل حسدن به مثل حشه به معنای درو کردن می آید، اما به معنای جمع کردن هم می آید. حسده یعنی جمع کرد، یعنی غله را جمع کرد. غله را جمع کرد یا غله را درو کرد. فعل مضارعش یحسدو، جمع می کند، غله را جمع می کند یا غله را می درود. حسدون درویدن یا جمع کردن، جمع کردن غله، گندم و دانگی و همین چیزها. پس میگوید که حسد یحسدو حسدون همچنین از باب نصر ینصرو است. از باب نصر ینصرو، از یکم باب 22 باب صرفی به مثل نصر ینصرو. بعدش میگه طحنه. طحنه یعنی که آرد کرد. از این حساب است که اینجا خوندیم طاحونون آسیاب. طاحونون از همین کلمه طحنه گرفتگی است، یعنی آسیاب، جایی که آرد میکند. پس اون جای آرد میکندگی چی است؟ آسیاب است. طحنه آرد کرد، میده کرد. یطحنو، یطحنو آرد میکند، میده میکند. طحنون آرد کردن، میده کردن. پس طحنه یطحنو طحنون از باب 3 و 22 باب صرفی است. از باب منع یمنعو هست. ما گفته بودیم که شرط دارد و شرط موافقت میکند. عین باب یا لام باب باید حرف حلق باشد. پس اینجا بینید طح ح عین باب حرف حلق است. پس از 3 باب شرط موافقت میکند و خودش هم از 3 باب 22 باب صرفی است. از باب فتح یفتحو. بعد از این میگوید خزنه. خزنه یعنی خزینه کرد. خزنه خزینه کرد. یخزونو خزینه میکند. فعل مضارعش یخزونو خزینه میکند. خزنون خزینه کردن. خزنون خزینه کردن. پس خزنه یخزونو خزنون از یکم بابی 22 بابی صرفی است، یعنی از بابی نصر ینصرو است. خزنه یخزونو نصر ینصرو. بعد از این میگوید نقله. نقله یعنی انتقال داد، جاش تغییر داد، نقل کرد، از اینجا به دیگه جا بردش. پس نقله انتقال داد، جاش تغییر داد، از اینجا به جای دیگر بردش. نقله نقل کرد. ینقلو جاش تغییر میدهد، از اینجا به آنجا میبرد، انتقال دادن. نقلون یا ینقلو انتقال میدهد، نقلون انتقال دادن، این مصدر است. پس نقل ینقلو نقلون همچنین از بابی نصر ینصرو نصرون از باب یکمی 22 بابی صرفی است. بعد از این میگوید که یبیسه. یبیسه یعنی خشک شد، قاق شد. یبیسه خشک شد، قاق شد. ییبسو. ییبسو خشک می شود، قاق می شود. یوبسون خشک شدن، قاق شدن. اکنون یبیسه ییبسو یوبسون از باب علم یعلمو هست. از 4 بابی 22 بابی صرفی است. از باب علم به مثل یبیسه یعلمو ییبسو از 4 بابی 22 بابی صرفی است. بعد از این میگه که احد. احد
یعنی تیز کرد و یک مرد در زمان گذشته. این فعل ماضی است، از باب هفتم هست، از 22 باب صرفی باب هفتم است، از باب اکرمه است، اما این مضاعف است. احد این فعل ماضی است، یعنی تیز کرد و یک مرد در زمان گذشته. فعل مضارعش یحد، یحد یعنی تیز میکند، یحد تیز میکند و یک مرد در زمان آینده. احد یحد مصدرش میشود احداد، احداد تیز کردن، احداد تیز کردن. پس این کلمه حاد تیز، همین حاد احد را گرفتن، فعل کردن. پس از همین فعل، از همین اسم فعل را گرفتن شد احد یحد. احد تیز کرد، یحد تیز میکند. مثلا کارچه را تیز کرد یا داست تیز کرد. بعد از این میگوید یحصل الدقیق، حاصل میشود دقیق. یحصل الدقیق یعنی با وجود میآید آرد، دقیق آرد، الدقیق آرد. یحصل الدقیق حاصل میشود، با وجود میآید آرد. اذا جاء هر وقتی که آمد، اذا هر وقتی که، هر زمانی که، جاء آمد، اذا جاء هر وقتی که آمد، هر زمانی که آمد. حتی یجیء تا اینکه بیاید یا تا اینکه می آید. حتی یجیء تا اینکه می آید. حتی از حرفای ناصبه فعل مضارع است، از این حساب حتی یجیء آخرش فتحه شد، برای حتی از نواصب فعل مضارع است. در اول فعل مضارع می‌دارد و آخر فعل مضارع نصب میکند. میبینید که یجیء اصل یجیء بود، این حتی آمد یجیءش کرد. حتی یجیء تا اینکه می آید. رد، رد یعنی بازگردانید، رد بازگردانید. یرد باز میگرداند، یرد باز میگرداند. رد بازگرداندن، رد یرد رد. پس از باب نصر ینصر است و مضاعف هست. رد در اصل ردده بود، یرد در اصل یردودو بود و مثل نصر ینصر. پس از باب یکمی 22 باب صرفی هست. پس این هست کلمه های نوی درس 62. با همین کلمه های نو با آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 62. صاحب کتاب میگوید که الفلاح یحش الحشیش، الفلاح یحش الحشیش. بهتر میشد میگفت که یحش، یحش نه، یا میشود یحش الحشیش. بله، یعنی که یحشو از این فعلی که حالا خواندیم از این نیست، یعنی از این باب نیست که جا بود حش، حش یحشو میشود. حش یحشو، حش دروید، یحشو می درود. اما یحشو این از احش یحشو است، احش دروید یحشو می درود. یا بهترش از همین فعل خودش بگیریم بهتر است، بگیم الفلاح یحش، یحشو، الفلاح یحشو، یحشو. الفلاح یحشو یعنی دهقان می درود الحشیش، الف را. الفلاح یحش الحشیش بالمحش ثم یترکه فی الشمس حتی ییبس. فاذا الفلاح یحش الحشیش بالمحش ثم یترکه فی الشمس حتی ییبس. فاذا یبس ينقله إلى الشونة ويخزنه فيها لماشيته لأيام الشتاء. میگوید که الفلاح یعنی دهقان، یحش الحشیش می درود علف را، بالمحش با داست کلان، با شلغی یا با چلغی داست کلان. ثم یترکه بعد میگذارد وی را، ترک میکند وی را، میماند وی را، فی شمسی در آفتاب، حتی ییبس تا اینکه قاق شود، حتی ییبس تا اینکه قاق شود.
فاذا یبس، پس هر زمانی که هر وقتی که قاق شد، ینقله، انتقال میدهد وی را، یعنی حشیش را، علف را، ینقله، انتقالش میدهد، میبرد وی را، الی شونتی، به انبار، الی شونتی، به انبارش میبرد، یعنی به خزینه‌گاهی، جایهایی که خوراکی مال را جمع میکنند. و یخزنه فیها، و خزینهش میکند، یعنی جمعش میکند، فیها، در همون شونه، یعنی در همون انبار. لماشیته، برای چی جمعش میکنه؟ لماشیته، برای چارواهایش. لایام الشتاء، برای روزهای زمستان. لایام الشتاء یعنی برای روزهای زمستان. الفلاح یحش الحشیش بالمحش، دهقان می درود علف را با داست کلان. ثم یترکه فی الشمس حتی ییبس، پس ترکش میکند وی را، میگذارد وی را در آفتاب تا اینکه قاق شود. فاذا یبس ینقله الی الشونة، پس هر گاهی که قاق شد انتقال میدهد وی را، میبرد وی را به انبار. و یخزنه فیها، و خزینه اش میکند در انبار. لماشیته، برای چارواهایش. لایام الشتاء، برای روزهای زمستان. بعد از این میگوید که الفلاحة تحصد الزرع بالمنجل، یعنی که دهقان زن درو میکند زراعت را با داست خرد، با داست میده. الفلاحة، دهقان زن، تحصد، درو میکند، جمع میکند، از زرع، زراعت را، بالمنجل، با داست خرد. یا جارتی هل زوجکی فی البیت، یعنی ای همسایه زن من، ای همسایه من زن است. هل زوجکی، آیا شوهر تو، فی البیت، در خانه است. زوجکی مؤنث کی است؟ زن کی است؟ زوجکی میگه شوهر تو. یا جارتی، ای همسایه زن، ای همسایه زن من. هل زوجکی فی البیت، آیا شوهر تو در خانه است؟ جواب میتید که نعم، بله، آره. و ماذا تريدین، و چی میخواهی تو؟ و ماذا تريدین، و چی میخواهی تو؟ میگد که اريد ان اعطیه منجلی لیحده فانه کهام جدا لا يقطع شيئا خذیه وقولي له لیحده واعطینی منجلك لأحصد به زرعي اليوم وفي الغد أرده إليك أرده إليك. میگوید که اريد ان اعطیه، اريد یعنی میخواهم من، اريد من میخواهم، ان اعطیه، این که بدهم برای وی، اعطیه، بدهم من، هو وی را، بدهم وی را، منجلی، چی را بدیم؟ منجلم را، یعنی که داست میده را، داست خواجگی را. لیحده، برای چی؟ لیحده، تا اینکه تیزش بکند. لیحده، تا اینکه تیزش بکند. فانه کهام جدا، پس هر آینه وی، یعنی منجل، یعنی داست خانگی، داست دهقانی، کهام جدا، کندست بنهایت. لا یقطع شیئا، نمی برد یگان چیزی را. لا یقطع شیئا، نمی برد یگان چیزی را. خذیه، بگیر تو وی را. خذیه، بگیر تو وی را، یعنی زن را امر کرده. این یا فاعل خود است، خود فعل امر. خذی، بگی تو زن، هی وی را، یعنی منجل را، یعنی داست دهقانی را، داست میده را. و قولی له، و بگو تو. قولی این فاعل قول است، قول فعل امر است. قولی، بگو تو زن، له، برای وی، یعنی شوهرت رو، لیحده، تا اینکه تیز کند وی رو. هو، این هو برمیگردد به منجل. له، این هو برمیگردد به زوجش، به شوهرش. اما لیحده، این هو برمیگردد به منجل. یعنی و قولی له، و بگو شوهرت رو، لیحده، تا اینکه تیز کند داست میده ما رو، داست میده رو. و اعطینی منجلکی،
و اعطینی من جلکی، یعنی بده برای من داستی خودت را، داستی خودت را. لاحصد به زرعی الیوم، تا اینکه درو کنم یا تا اینکه جمع بکنم، بهی به همون من جلکی، یعنی به همون داستی تو، زرعی الیوم، زراعتم رو امروز، تا اینکه جمع بکنم به همون داستی تو زراعتم رو امروز. و فی الغد ارده الیکی، و فی الغد یعنی در فردا باز میگردونم وی رو، ارده باز میگردونم من وی رو، باز برمیگرد به منجل، یعنی باز میگردونم وی رو، یعنی داستی تو رو، الیکی برای تو، به سوی تو. اريد ان اعطیه من جلی لیحده، میخواهم این که بدهم برای وی داستم را تا اینکه تیز کند وی را، یعنی داستم را. فانه کهام جدا، پس هر آینه وی کند است به نهایت، پس هر آینه داستم کند است به نهایت. لا یقطع شیئا، نمی برد یگون چیزی را. خذیه و قولی له لیحده، بگیر وی را، یعنی داست من را، و قولی و بگو برای شوهرت، لیحده تا اینکه تیز کند داستم را، من جلم را. و اعطینی من جلکی لاحصد به زرعی الیوم، و بده برای من داستت را تا اینکه درو کنم به وی، یعنی به داستی تو، زراعتم را امروز. و فی الغد ارده الیک، و در فردا باز میگردانم وی را برای تو. میشه فی را ترجمه نکنیم، فی الغد یعنی فردا، ارده الیک باز میگردانم وی را برای تو، به سوی تو. بعد از این میگوید که حسنن، اکنون جواب داد، حسنن، حسنن خوب، زیبا، خواب شده است، همین تا ترجمه می شود. ولکن لا تنس ان تردیه، میگه ولیکن فراموش نکن این که بازگردانی وی را، یعنی داست را، تردیه بازگردانی تو، این تردی این یا فاعل تردو است، یعنی بازگردانی تو زن وی را، یعنی داست را. ولکن لا تنس ان تردیه، ولیکن فراموش نکی بازگردانی وی را. یا میشه ان تردی را به تعبیر مصدر ترجمه کنیم، بگیم که ولیکن فراموش نکن بازگرداندن وی را، بازگرداندن رو فراموش نکن، یعنی دوست رو بازگردان، دوست رو بیار. الفرس یاکل العشب و الشعیر و النخالة، میگه که اسب، الفرس و اسب، یاکل العشب میخورد علف را، و شعیر و جو را، و النخالة و سبوس را. الفرس یاکل العشب و الشعیر و النخالة، اسب میخورد علف را و جو را و سبوس را. بعد از این میگوید که الدقیق یحصل من طحن القمح و الذرة و الشعیر و غیرها من الحبوب و من الدقیق نعمل الخبز الذي نأكله. میگوید که الدقیق یعنی آرد، یحصل به وجود میآید، حاصل میشود، پیدا میشود، من طحن القمح از آرد کردن گندم، قمح گندم، از طحن یعنی آرد کردن، میده کردن، از میده کردن آرد کردن گندم، و ذرتی و جگاری مکه، و ذرتی جگاری مکه یا جگاری، و شعیری و از جو و با میده کردن جو. پیش از این میشه واو عاطفه است، قمحیده عطف شده سی، این طحن میشه ترجمه کنیم، یعنی که آرد با وجود می آید از میده کردن گندم و میده کردن جواری مکه و میده کردن جو و میده کردن غیر اینها و غیری ها، یعنی غیر این سه چیزی که گفتیم، من الحبوب از دانگی ها، هر دانگی دیگر اگر میده کردیم یعنی آرد می شود، میده می شود. و من الدقیق و از آرد میگد، و من الدقیق از آرد، نعمل الخبز انجام میدیم، آماده میکنیم نان را، الذی نأکله همان نانی که میخوریم وی رو، الذی صفتی الخبزه، نأکله این صله موصوله لا محل. چطور درس گذشته با تفصیل در بارش سخن کرده بودیم. و من الدقیق نعمل الخبز الذی نأکله، و از آرد انجام میدیم یا آماده میکنیم نان را که میخوریم وی را. هو برمیگردد به خبز، نأکله میخوریم وی را، میخوریم همون نان را.
الدقیق یحصل من طحن القمح والذرة والشعیر و غیرها من الحبوب. یعنی آرد به وجود می آید از میده کردن گندم و از میده کردن جوار مکه و از میده کردن جو و از میده کردن غیر اینها از دانگی ها. و من الدقیق نعمل الخبز الذي ناکله، و از آرد آماده میکنیم نان را که میخوریم وی را. بعدش میگوید این طحنت هذا الدقیق، یعنی در کجا آرد کردی تو این آرد را، در کجا میده کردی تو این آرد را، یا آرد کردی تو این آرد را، این آرد را در کجا آماده کردی. میگه طحنته فی طاحون علی، میگه آرد طحنته یعنی آرد کردن وی را در آسیاب علی. فی طاحون علی یعنی در آسیاب علی. طحنته آرد کردن وی را، آرد کردن یعنی دقیق را، آرد کردن آرد را. فی طاحون علی یعنی در آسیاب علی. الفلاحون یشتغلون فی الصیف کثیرا، میگوید که دهقانها مشغول میشوند، بند میشوند در تابستان به نهایت بسیار یا به نهایت زیاد. الفلاحون دهقانها یشتغلون فی الصیف کثیرا، مشغول میشوند در تابستان به نهایت زیاد. یحرثون الارض و یزرعون الحبوب والخضروات و یحشون الحشیش و یکدسونه و یحصدون الزرع ثم اذا جاء الشتاء یستریحون الى الربیع. میگه که یحرثون الارض یعنی درو یحرثون جفت میکنن، شدگار میکنن زمین را. و یزرعون الحبوب و میکارند، زراعتکاری میکنن دانگی ها را، میکارند دانگی ها را. و الخضرواتی سبزوات ها را. و یحشون الحشیش و میدروند علف را. و یکدسونه و شالهش میزند وی را یعنی حشیش را، و شاله میزنند علف را، یعنی که جمع میکنند در یک جا همهشان را. و یحصدون الزرع و جمع میکنند زراعت هایشان را، یا که درو میکنند زراعت هایشان را. ثم اذا جاء الشتاء، پس هر وقتی که آمد زمستان، فرا رسید زمستان، یستریحون الی الربیع، استراحت میکنند، دم میگیرند تا ربیع، تا بهار. الی الربیع تا بهار. یحرثون الارض یعنی که شدگار میکنند زمین را. و یزرعون الحبوب و الخضروات و میکارند دانگی ها و سبزوات ها را. و یحشون الحشیش و درو میکنند علف را. و یکدسونه و شالهش میزنند وی را یعنی حشیش را. و یحصدون الزرع و جمع میکنند غله را، زراعت را جمع میکنن. میشه بگیم جمع میکنن، میشه بگیم درو میکنن. جمع میکنن بهتر و خوبتر است، یعنی جمع میکنن غله را. ثم اذا جاء الشتاء یستریحون الی الربیع، پس هر وقتی که آمد زمستان، پس هر وقتی که فرا رسید زمستان، یستریحون الی الربیع، استراحت میکنن تا بهار. بعدش میگه فی الشتاء نتعلم و فی الصیف نستریح، میگه در زمستان تعلیم میگیریم، یاد میگیریم، علم میگیریم. و فی الصیف نستریح، و در تابستان استراحت میکنیم، دم میگیریم. نستریح استراحت میکنیم و دم میگیریم. فی الشتاء نتعلم، در زمستان تعلیم و علم میگیریم. و فی الصیف نستریح، و در تابستان، در فصل تابستان استراحت میگیریم، استراحت میکنیم، دم میگیریم. پس این هست حوار و گفتگوی درس 62. با همین حوار و گفتگوی درس 62 به پایان رسید. تا آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.